مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که صبح 29 ایون سال 2023 ساعت 04:50 دقیقه در بازار قبد جمعیت مطلوبات واقع در کوچه اسماعیل سامانی نوع قبادیان در جنوب و غربی جمهوری سوختار به عمل آمده است. هنگام به جای حادثه حاضر شدن آتش نشانان معاین گردید که سوختار نقطه‌های سودا و خدمت رسانی در مساحت 655 متر مربع را فرا گرفت. خوف پنجشنبه آن به دیگر نقطه‌های سودا به میان آمده است. با سفربر نمودن قوه و واسطه ها سوختار در ساعت 07:05 دقیقه به پررگی خاموش کرده شد، گفته می شود در اطلاع وزارت کارهای داخله. تفصیلات دیگر این حادثه گفته نشده است. وزارت کارهای داخله گفت سبب و ضرر حادثه سوختار در بازار نویه قبادیان از جانب گروه کاری معاین کرده می شود. در روزهای آخر این علاقه سومین سوختار بزرگ در تاجیکستان است. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان قبلا خبر داد که نیمه شب 24 ایون سال 2023 تقریبا ساعت 00:36 دقیقه در طربخانه رستبار دیار واقع در کوچه هویدالله فنوی سینای شهر دوشنبه به سبب رعایت نشدن قاعده‌های پیوست و نصب کابل و ناقل‌های برقی در آشپزخانه رسش کوتاه به عمل آمده. در نتیجه آن سوختار سر زد. سوختار تالار میزاجان و بالاپوش بنای طربخانه را در مساحت 200 متر مربع فرا گرفته خوف پنجشنبه آن به میان آمده بود. در نتیجه سفربر نمودن قوه و واسطه ها سوختار ساعت 02:00 دقیقه به پررگی خاموش کرده شد. بنا به اطلاع نشر شده در این سوختار یگان نفر ضرر جسمانی ندیده است. اینچنین شب 22 ایون سال 2023 مکتب میانه رقم 71 در نوع شومنصور شهر دوشنبه به کام آتش رفت. در ویدیوهای نشر شده از جای حادثه دیده میشد که یک بنای 3 قبته مکتب پوره سوخته است و از بنا علنگه دود و آتش به آسمان بلند می شود. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه صبح 23 ایون با تصدیق خبر سوختار در مکتب رقم 71 خبر داد که شب 22 ایون سال جاری تخمینا ساعت 22:15 دقیقه در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 71 نوع شومنصور شهر دوشنبه سوختار به عمل آمد. بنا به اطلاع میلیسیا با مقصد پوره خاموش نمودن علنگه آتش از حساب جزء تام مقامات میلیسیا پایتخت 125 نفر، از حساب ساختارهای آتش نشانی 150 نفر، 61 عدد نقلیات آتش نشانی و 18 عدد نقلیات آبکشانی سفربر کرده شد. در نتیجه سوختار در مساحت 1500 متر مربع پوره خاموش کرده شد. سبب عامل‌ها و ضرر سوختار معاین کرده خواهد شد.